سلام، خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از مجموعه میکروتیک پرو. تو این ویدیو اومدیم در مورد این که اگر همچین اروری که این پایین مشاهده میکنید سرور استاتوس گفته دیتابیس فیل شده، حالا به هر دلیل استوب شده، در نرم افزار دود با هم صحبت کنیم. دوستانی که نرم افزار دود که نرم افزار مانیتورینگ کمپانی میکروتیک هست رو روی یه سرور مجازی، حالا روی پلتفرم x86 یا پلتفرم CHR نصب کردن، احتمال این که توی نوسانات برق قطع و وصل شدن، ریبوت شدن، آپدیت شدن به همچین مشکلی بر بخورن هست. قبل از این موارد باید بگم بهتره که ما بعد از هر تغییراتی توی نرم افزار دود ازش یه بکاپ داشته باشیم که اگه بکاپ نداشته باشیم و همچین اتفاق برامون بیفته یک کم پروسش طولانی میشه و شاید هم به نتیجه نرسیم. حالا ما تو این ویدیو اومدیم بگیم که اگر همچین مشکلی برامون پیش اومد چجوری این مشکل رو حل کنیم بدون اینکه دیتایی رو از دست بدیم. در ادامه برای شروع نیاز داریم به نرم افزار اسکیولایت ورژن 3 که از سایت خود اسکیولایت میتونیم این برنامه رو دانلود کنیم و فایل دانلودش رو هم توی کانال تلگرام گذاشتم، آدرسش هم این پایین براتون می نویسم. بعد از اینکه این نرم افزار رو نصب کردیم لازمه که یه سری کارا توش انجام بدیم. در ادامه می بینیم که چجوری باید این کار رو انجام بدیم. اولین قدم میایم توی نرم افزار، توی اون میکروتیک دودمون که دود روش نصبه، از منوی دود گزینه ستینگ تیک انیبل رو برمی‌داریم و اپلای میکنیم. وای میستیم که دودمون از حالت فعال در بیاد. بعد از اینکه در اومد وارد منوی فایل میشیم. فایل دیتابیس دود که پسوند دی بی داره رو توی یه فولدر کپی میکنیم. من آوردم داخل همین فولدر اسکیولایت هم و اینجا میبینیم که داره کپی میشه. وای میستیم تا کپی تموم بشه. خب بعد از اینکه کپی فایلمون تموم شد میایم وارد فولدرمون میشیم. اسکیولایت 3 مون رو ران از ادمنستریتور میکنیم. در صفحه‌ای که برام باز میشه فقط نیاز داره چند تا دستور رو اینجا وارد کنیم تا فایلمون به حالت اولیه برگرده. اولین دستوری که نیاز هست اینجا وارد کنیم، نیاز فایلمون رو اوپن کنیم. میزنیم .open dud.db، دقیقا اسم فایلی که از میکروتیکمون اینجا گرفتیم، دیتابیس دودمون رو. بعد تیبل رو وارد میکنیم. تیبلای این دود رو بهمون نشون میده. بذار من اینو دو صفحه‌ایش بکنم که ببینید کامل. الان فایلمون اوپن شده، اینجوری بهتر. فایلمون الان اوپن شده و دیتابیس هامون رو میتونیم ببینیم. یک بار وکیوم میکنیم. دیتابیسمون رو. یکم زمان میبره تا وکیومش انجام بشه. این وکیوم کردنه میاد اون دیتابیس رو خورد میکنه که بتونیم به راحتی به دیتابیساش و فولدراش دسترسی داشته باشیم. خب میبینیم که اینجا ارور ران تایم به اون میده، دیتابیسمون کاملا از بین رفته. ما به این ارور هیچ کاری نداریم. دستور پراگما اینتگریتی رو وارد میکنیم. underline check، یه بار چک کنه اون دیتابیسمون رو. خب میبینیم که یه عالمه بهمون دیتا خروجی داد، تمام خط به خط رو داره چک میکنه. تو این مرحله نیاز داریم یه اوتپوت ازش بگیریم با فرمت SQL. میذاریم .output به طور مثال دود خط تیره SQL.
یه فایل SQL برای ما اینجا ساخت که حجمش 0 کیلوبایته. بعد نیاز داریم دامپ کنیم آبجکتامون رو OBJS رو و در نهایت هم .exit و خارج میشه. میبینیم که یه مقداری توی این SQL مون دیتا ریخت. حالا تو مرحله بعد باید چیکار بکنیم؟ تو مرحله بعد ما نیاز داریم به یه دیتابیس خالی از دود. من فایل دود دیتابیس قبلی رو کپی میکنم، کات میکنم تو فولدر، وارد میکروتیک هم میشم، اینجا دیتابیسش رو دیلیت میکنم، میام مجدد دودم رو انیبل میکنم تا یک دیتابیس جدید و دیتابیس خالی برای من ایجاد کنه. اینجا که دیتابیس جدید رو ایجاد کرد، فقط کافیه من بیام مجدد فایل دیتابیسم رو بریزم توی فولدرم. بعد از اینکه ریختم تو فولدرم باید چیکار کنم؟ باید بیام این مقدار SQL هم رو درون دیتابیس خالیم وارد کنم. دوباره SQLite هم باز میکنم، این بار دستورات متفاوتی رو تایپ میکنم. با چه دستوری شروع میکنیم؟ با دستور اول دیتابیسمون رو اوپن میکنیم. اولین دستوری که نیاز داریم .open dud.db هست. ببخشید من اینجا .open نخورد، مجدد وارد میکنم .open dud.db. دیتابیس هم رو باز میکنم، یک بار پراگما integrity underline check ازش میگیرم، ببینم که همه چی اوکیه. tables تیبلام رو بهم نشون میده. حالا نیاز دارم آبجکتام رو از اینجا پاک کنم، می‌نویسم delete from objs. آبجکتام رو دیلیت میکنم. اینجا مونده بود. حالا چیکار میکنم؟ یک بار میام رید میکنم read. چی رو رید میکنم؟ دود sql.sql هم رو، این فایلی که اینجا اومدم رایت کردم. یک بار این فایل رو رید میکنم و میبینم که دیتابیس هم به راحتی ریخته شد. تمام دیتابیس رو داره توی فایل دود من وارد میکنه. خب بعد از اینکه ریدم تموم شد، یک بار هم وکیوم میکنم. VACUUM درست وارد کردیم دیگه، وکیوم. خب در نهایت از دستور وکیوم استفاده میکنم و میبینم که دیتابیس هم وکیوم شد و .exit. همینجور که میبینید من مجدد اومدم یه دیتابیس جدید ایجاد کردم. در مرحله بعد فقط کافیه من بیام یک بار دودم رو دیزیبل بکنم، دیتابیسی که داشت رو پاک کنم، فایل دیتابیسم رو مجدد توی فولدر دودم کپی کنم،
و دودم رو انیبل کنم. الان دودم به راحتی اجرا شد و مثل روز اول اومد بالا. فقط این وسط من یه سری دیتا ها رو از دست دادم. چه دیتاهایی؟ دیتاهایی مثل چارت ها، مثل گراف ها، مثل هر چیزی که لاگ داشتم از قبل توی این دیوایس، توی این مانیتورینگ از دست دادم و از این که تمام نوت هام و تمام لینک هام رو از دست بدم قاعدتا خیلی بهتره و الان به راحتی من تمام شبکم رو تونستم مانیتورینگش رو برگردونم. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.